سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان پادکست گنجینه نوا. با معرفی پادکست گنجینه نوا به دوستان و آشنایان خود باعث گسترش کتابخوانی و پیشرفت گروه گنجینه نوا شوید. برای شنیدن این پادکست با ما همراه باشید. کتاب هر دو در نهایت میمیرند، بخش دوم، قسمت اول. جای کشتی‌ها در بندرگاه امن است، اما این آن چیزی نیست که کشتی‌ها برای آن ساخته شده باشند. آندریا دوناهیو 3:30 صبح. قاصد مرگ به آندریا دوناهیو زنگ نزد، چون او قرار نیست امروز بمیرد. آندریا در واقع خودش یکی از کارمندان درجه 1 قاصد مرگ است، شرکتی که از 7 سال پیش تأسیس شده. او تماس‌های زیادی برقرار کرده و به افراد بیشماری روز آخرشان را اعلام کرده است. امشب از نیمه شب تا ساعت 3 صبح آندریا با 67 روز آخری تماس گرفت. هرچند این بهترین رکوردش هم نبود، اما شکستن رکورد 92 تماس در یک شیفت سخت بود، مخصوصاً با توجه به این موضوع که میگفتند تماس‌هایش به خاطر عجله در پایان بردنشان تحت بازرسی است. البته فقط اینطور میگفتند. در راه خروجش از ساختمان، در حالی که با عصایش لنگان حرکت می‌کرد، پیش خودش امیدوار بود که بخش منابع انسانی شرکت حداقل تماس‌های امشبش را بررسی نکند. هرچند او خوب می‌دانست امید در این شغل چیز خطرناکی است. آندریا چندین بار اسامی را قاطی کرده بود و با اشتیاق تماس‌ها را قطع کرده بود و به سراغ تماس بعدی رفته بود. خیلی بد میشد اگر در این شرایط کارش را از دست بدهد. با این همه فیزیوتراپی که بعد از تصادفش لازم داشت و شهریه سرسام آور دخترش، حسابی هزینه روی دستش می‌ماند. حالا بماند که این تنها شغلی بود که او درش خوب است. شغلی که خیلی ها را فراری داده بود و خیلی ها را هم روانه روانپزشک کرده بود. قانون مهم و شماره 1 او این بود:
روز آخری ها دیگر انسان نیستند. همین. اگر از همین تک قانون ساده و آسان پیروی می کردید، دیگر لازم نبود ساعتها وقتتان را پیش مشاوران روانشناسی شرکت تلف کنید. آندریا خوب می دانست که هیچ کاری نمی توان برای روز آخری ها انجام داد. او نمی توانست بالششان را درست کند یا برایشان شام آخری تدارک ببیند یا مهمتر از همه زنده نگهشان دارد. حتی زبانش را هم سر دعا کردن برایشان تلف نمی کرد. درگیر داستان زندگیشان نمی شد و برایشان اشکی نمی ریخت. فقط به آنها می گفت که دارند می میرند و به زندگیش ادامه می داد. هرچه زودتر تلفن را قطع می کرد، زودتر می توانست به روز آخری بعدی زنگ بزند. آندریا هر شب به خودش یادآوری می کرد که روز آخری ها چقدر خوشبختند که او را دارند. او فقط با آنها نمی گفت که دارند می میرند، بلکه با آنها فرصت می داد تا واقعا زندگی کنند. اما او نمی توانست برای آنها زندگی کند. این یک کار وظیفه خودشان بود. او تا همین جا هم وظیفه‌اش را انجام داده بود، آن هم به خوبی. به سمت خانه این پسر متیو رکاب میزنم. خدا کند که قاتل زنجیری چیزی نباشد، وگرنه خدا به دادم برسد. اما نه، پسر خوبی بود. مشخص بود که زیادی فکر میکند و تا حدی هم اجتماع گریز است. خب تصورش رو بکنید، من رو مجبور کرده که تا خانه بروم دنبالش، انگار که شاهزاده ای است که توی برجی اسیر شده و نیاز به کمک دارد. به نظرم وقتی معذب بودن بینمان تمام شود، او میتواند شریک خوبی برای کارهایم شود. اگر هم نه، فرصت برای جدا شدن همیشه هست. فقط بدیش این است که وقتی برای تلف کردن نداری. اما چاره چیست؟ هرچی باشد پیدا کردن آخرین دوست ممکن است به دوستانم که همینطور گذاشتمشان و آمدم حس بهتری بدهد. حداقل به خودم احساس بهتری میدهد. مالکوم آنتونی 34 دقیقه صبح بامداد. قاصد مرگ بامداد به مالکوم آنتونی زنگ نزد، چون او قرار نیست امروز بمیرد، اما آیندهش تحت خطر است. مالکوم و بهترین دوستش تاگو حاضر نشدند به پلیس بگویند که روفوس کجا رفته است. مالکوم به پلیس گفته بود که روفوس یک روز آخری است و تعقیب او هیچ ارزشی ندارد. اما مأمورین نمی توانستند بگذارند روفوس قصر در برود. حداقل نه بعد از ارتکاب ضرب و شتمی که انجام داده بود. برای همین مالکوم فکر خوبی کرد که ممکن بود زندگی خودش را نابود کند. باید کاری میکرد که دستگیر شود. مالکوم با مأمور پلیس وارد بحث شد و در برابر دستگیری مقاومت کرد. اما اشکال بزرگ نقشش این بود که قبلش نتوانسته بود جریان را با تاگو هماهنگ کند. همین شد که تاگو هم با شدت بسیار بیشتری وارد درگیری شد و اوضاع را خراب کرد. هم مالکوم و هم تاگو در حال انتقال به اداره پلیس بودند. تاگو در عقب ماشین پلیس گفت خیلی مزخرفه. دیگه دندانش را به هم فشار نمیداد و مثل اول که دستبند به او زده بودند داد و فریاد نمی کرد که کاری نکرده است. گرچه مالکوم وایمی مجبورش کرده بود ساکت شود. اونها عمرن بتونن روفوس را پیدا کنن، اونم با دوچرخه. خفه شو. مالکوم این بار دیگر نگران اتهامات بیشتر تاگو نبود. خودش میدانست که روفوس
موفق شده با دوچرخه‌اش فرار کند. وقتی مأمورین آنها را به بیرون خانه هدایت می‌کردند، خبری از دوچرخه‌اش نبود و می‌دانست که پلیس به گرد پای دوچرخه رفوس هم نمی‌رسد. اما دلش نمی‌خواست این را لو بدهد و پلیس‌ها دنبال پسری سوار بر دوچرخه بگردند. اگر خیلی دلشان می‌خواست پیدایش کنند، بهتر بود کمی هم برایش تلاش می‌کردند. مالکوم نمی‌توانست روز دیگری را به دوستش هدیه دهد، اما حداقل می‌توانست زمان بیشتری برای زندگیش بخرد. البته همه اینها بر فرض این بود که رفوس هنوز زنده باشد. مالکوم حاضر بود به خاطر این موضوع به جای رفوس دستگیر شود. او خوب می‌دانست که خودش هم زیاد بیگناه نیست. یک جورهای احساس مسئولیت بود. پلوتونی ها با هم شبانه دست به یکی کرده بودند تا پک را کتک بزنند و برای انجامش مخفیانه از خانه فرار کرده بودند و رفوس هم به تنهایی نقشهشان را خوب عملی کرده بود. مالکوم هرگز دعوایی نبود، با اینکه خیلی ها به خاطر سیاه پوست بودن و قد 180 و وزن تقریباً 100 کیلوییش او را خشن تصور می‌کردند. اما اینکه هیکل او شبیه کشتیگیرهای سنگین وزن بود دلیل نمی‌شد که خلافکار هم باشد. حالا قرار بود اسم مالکوم و تاگوت در لیست بزهکاران جوان ثبت شود و سابقه دار شوند. ممنونم که برای شنیدن این پادکست همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود.